بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام و ادب خدمت شما برادران عزیز، خواهران گرامی، پدران و مادران بسیار مهربان، در سلسله جلسات ماه مبارک رمضان در نشست اول در باره تفسیر تربیتی سوره حمد پرداختیم و نقش راه زندگی مؤمنانه را از دریچه این سوره مبارک بررسی نمودیم. امروز در دومین نشست به سوره ناس می‌پردازیم و طبق برخی از نقل‌ها سوره ناس با سوره فلق با هم نازل شده اند و میتواند مکی و مدنی باشد، چون خصایص مدینه رو ندارد و از خصایص مکه هم برخوردار است. و سوره‌ای که همراه با سوره فلق به معوذتین دو سوره پناهجویی شهرت یافتند و خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همه مؤمنان می آموزد که چگونه از شر هر تهدید و وسوسه به او پناه برند. سوره ناس آخرین پناهگاه در برابر وسوسه های آشکار و پنهان است. خواهران و برادران گرامی، سوره مبارکه ناس 114مین سوره از سوره های قرآن کریم است. این سوره کوتاه اما بسیار عمیق همراه با سوره فلق دو سپر محکم الهی در برابر همه انواع شرها و فتنه ها به شمار می آیند و بسیار قابل تأمل و همچنین جالب است که قرآن کریم با سوره حمد درخواست هدایت مطلق آغاز می شود و با سوره ناس پناه بردن از شر وسوسه‌گران و پایان می رسد. این ساختار پیام روشنی دارد. انسان در تمام مسیر هدایت همواره در معرض تهدیدها، وسوسه‌ها و برای پایداری در صراط مستقیم، راه مستقیم، ناچار و ناگزیر از پناه بردن مداوم و همیشگی به خداوند متعال است. حالا بیایید با تدبر آیات نورانی این سوره را گام به گام بررسی کنیم و درس‌های تربیتی که در آن برای زیست مؤمنانه ما در عصر حاضر هست بررسی نماییم. قل اعوذ برب الناس، اولین گام اعتراف به نیاز و پناه جستن به پروردگار انسان هاست. سوره با امر الهی قل اعوذ آغاز می شود و دستور مستقیم به پیامبر و همه مؤمنان است که بگویند پناه میبرم. این آغاز خود درس تربیتی بزرگی است. مواجهه با تهدیدات و شرها و وسوسه ها نخستین نیاز انسان و اعتراف کردن به ناتوانی خویش و توکل عملی بر خداوند متعال است. اعوذ به معنای پناه بردن به کسی است که قادر به حفظ و دفاع از پناهجو باشد و در فرهنگ عرب پناهنده موظف به دفاع کامل از پناهنده است. خداوند با این تعبیر خود را پناهگاهی معرفی میکند که هرگز پناهنده را تنها نمیگذارد. انسان هم مأمور به استخاره است و هم مأمور به استعاذه است. استخاره یعنی طلب خیر، نه تفعل. باید خیر بخواهد
چون او خیر مطلق است. باید از خدا بخواهد ولا غیر، چون او خیر مطلق است و باید آنچه میماند و صلاح و فلاح بشر در اوست اون را بخواهد و غیر از اون نخواهد. در جریان استعاذه هم به همین شرح. انسان هم باید استعاذه کند، زیرا در معرض خطر علل و عوامل درونی و علل و عوامل خارجی است. حتما باید استعاذه کند. دوم اینکه به خداوند متعال پناه ببرد و از او کمک بخواهد. سوم باید از شر دشمن داخلی و دشمن بیرونی از او کمک بخواهد. گر شود دشمنی درونی نیست، باک از دشمنی برونی نیست. پناه بردن به خداوند متعال فراتر از تکرار لفظی است و اینها نباید فقط در حد یک تلفظ باشد و بگوییم قل اعوذ برب الناس. ما در هر جای قرآن کریم اگر آیه‌ای داریم که می‌فرماید آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، در کنار آن و عمل الصالحات آمده است، یعنی ایمان همراه ایمان صالح و این دو باید در کنار هم باشد. وقتی ما میگوییم پناه میبرم بر خداوند متعال، این پناه بردن ما از لحاظ فکری و اندیشه‌ای، از نگاه رفتاری و از نگاه عقیدتی باید همراه باشد. یعنی وقتی پناه میبرم، این پناه را با جان خود ما اینو لمس کنیم، وگرنه اگر ما فقط با زبان بگوییم و درک نکنیم این معنا را، مانند این میماند که ما نسخه دارو داریم، دکتر برای ما مجوز و استفاده کردن از دارو را داده است و ما هم نامهای دارو را میدانیم و میگوییم، تا زمانی که از اون دارو ما استفاده نکنیم اون اثر وضعی را در جسم و بدن ما ندارد. ملک الناس پادشاهی که فرمانروای مطلق انسان هاست. در گام دوم خداوند خود را ملک الناس معرفی میکند، نه فقط پروردگار، بلکه پادشاه و حاکم مطلق انسان ها. تفاوت ملک و مالک ما در سوره حمد میخوانیم مالک یوم الدین، در اینجا مجوز دادند به خواندن دو قرائت، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. اما در سوره ناس گفتن فقط باید ملک الناس خوانده شود. چرا؟ چون اولین کسی که پناهنده را پناه میدهد ملک است. او کسی است که قدرت را اعمال میکند و جلوی تهاجم هر مهاجم را میگیرد و اون ملک است. اون که امنیت و امان را تثبیت میکند ملک است. درست است که مالک هم همان قدرت ملک را دارد، ولی ظهور ملک در اجرای این مصوبات استعاذه قویتر و غنیتر دارد. لذا در اینجا گفتن ملک الناس قرائت شود و این صفت درس مهمی دارد. پناهنده به چنین پادشاهی از هیچ قدرت و نیروی ترس و هراس ندارد، زیرا پناهگاه او بالاترین مرجع اقتدار است. مؤمن واقعی به ملک الناس پناه میبرد، در برابر هیچ طاغوت و استکبار و مستکبر احساس ترس و وحشت و حقارت نمیکند، چرا که میداند قدرت برتر از قدرت خداوند متعال
وجود ندارد. این باور انسان را از هر گونه سلطه پذیری در برابر جباران، مستکبرین و ظالمان رها می سازد. اله الناس، معبودی که تنها شایسته پرستش انسان هاست. او معبود حقیقی و تنها شایسته عبادت است. رب یعنی مربی، پرورش دهنده و تدبیر کننده. قل اعوذ برب الناس لا شریک له. ملک، فرمانروایی مطلق و حاکم بی همتا. ملک الناس لا شریک له. اله، تنها معبود که شایسته پرستش است. اله الناس لا شریک له. پناه بردن به چنین موجودی، پناه بردن به کمال مطلق، قدرت نامحدود و مهربانی به پایان است. در مقابل وسوسه‌گر شیطان دقیقاً در برابر این سه صفت انسان را به انحراف میکشاند. در برابر ربوبیت های کاذب را ایجاد میکند. علم، ثروت، رفاه طلبی، راحت طلبی دنیوی. شیطان برنامه خود را مشخص کرده است. روان را فاسد میکند و انسان را غافل میکند و انسان را جاهل میکند و انسان را به جهالت در مقابل عقل گرفتار میکند. انسان با فکر و اراده کار میکند. اول با اندیشه می اندیشد و بعد با انگیزه تصمیم و اراده را عهده میگیرد. اگر کسی بخواهد مسیری انگیزه و اراده او را دگرگون کند، اول در اندیشه او سوی اثر میگذارد. اندیشه او را ویران میکند، وهمی و خیالی میکند، وسوسه میکند، گمراه میکند. از اندیشه گم شده انگیزه پراکنده صادر می شود. من شر الوسواس الخناس. انسان هر وقت متذکر شد، هر وقت به ذکر رو آورد، این در گوشه ذهن می خزد و هر وقت انسان غافل شد، از یاد خداوند متعال غافل شد، شیطان خودش را نشان می دهد. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. استحوذ یعنی کسی که شتر را سوار میشد و آن را به سختی میران، به اون میگفتند استحوذ. به انسانی هم که شیطان بر او سوار شده است، لجام زده است و از دستورات شیطان پیروی میکند، میگویند استحوذ علیهم الشیطان. برای چی این شیطان بر انسان سوار شده است؟ فانساهم ذکر الله، به خاطری که ذکر خداوند متعال را به فراموشی برده است. انسانی که ذکر خداوند متعال را به فراموشی ببرد، بهترین فرصت است برای شیطان که لجام این انسان را به دست گیرد. در باره مژده پرهیزکاران خداوند متعال می‌فرماید پرهیزگاران کسانی هستند که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اگر شیطان ببیند یک خیال باطل، یک شورش باطل در بیرون قلب شما راه پیدا کرده است و میبینید که این ابلیس اساس برخی گفته های مفسرین، این حرامی به نام شیطان احرام بسته است. این شیطان احرام بسته است تا وارد کعبه دل ما و شما شود. هم میفهمد ابلیس است، میداند حرامی است، میفهمد احرامش احرام کاذب و دروغی است، هم از انگیزه سوء با خبر است. شیطان قسم یاد کرده است برای فریب دادن بندگان و منتظر کعبه دل است که کی باز می شود و آن زمان وارد آن دل شود. مردان الهی مواظب قلب‌های خود هستند، میشناسند این ابلیس را
میدانن این حرامی را، میشناسن احرام بستن او را و میشناسن و میدانن که او منتظر است، منتظر باز شدن کعبه دل مؤمنان است. تذکروا فاذا هم مبصرون، وقتی که متذکر شدن و به نام حق ذکرگویان شدن، او خناس است، در گوشه میخزد تا انسان را بتواند شکار کند. پاسدار حرم دل شدم شب همه شب، تا در این خانه اندیشه جز او نندیشم. انسان باید او را از صحنه دل و قلب بیرون کند و منزوی شود، وگرنه او هست که مؤمن را شکار میکند. بعضی وقت خودش وسوسه میکند، بعضی وقت از طریق انسانها وسوسه میکند، بعضی وقت از طریق اجنه و جنها وسوسه میکند. این داستان را همه ما و شما شنیدیم که مرد در عالم رؤیا شیطان را دید و با او شروع کرد به گپ زدن و دید در دستهای شیطان بندها، تنابهای مختلف هست و زنجیر هست در دست او. از او پرسید این بند برای چیست؟ این تناب برای چیست؟ این زنجیر برای چیست؟ شیطان شروع کرد، آغاز کرد به توضیح دادن این سوال و پرسشی که از او شده بود. گفت این تناب و این بند برای فلان کس است، این رشته باریک برای فلان کس است، این بند غوث برای فلان عالم است، این زنجیر برای فلان عارف و صوفی است. اینجا این مرد از شیطان پرسید پس کدام بند مال من است؟ گفت تو نیازی به بند نداری. از او ندا زدن، از او صدا زدن، از ما به سر دویدن. یعنی او یک ندا بزند و او یک سود بزند، از ما به سر دویدن است. یعنی ما در اون مرتبه حتی نرسیدیم که شیطان برای ما بند و تناب در نظر بگیرد که ما را از اون عبادت الهی، از اون مسیر درست، از اون صراط مستقیم که قرار گرفتن مؤمنان خدا صالحان، از اون راه ما را به سختی بگذارد. بنابراین است که میگویند در هر کار خود بسم الله الرحمن الرحیم بگو، ذکر خداوند متعال را بیاور و این اذکار و اسماء الهی باعث می شود که شیطان از انسان دور شود و او را رها کند. من شر الوسواس الخناس، تهدید اصلی وسوسگر پنهان شونده. پس از معرفی پناهگاه تهدید معرفی می شود. شر، وسواس الخناس، وسوسگری که پنهان می شود و باز می گردد. وسواس به معنای صدای آهسته و خطوات پنهانی ذهن است. ویژگی اصلی و بارز شیطان این است که با ذکر خدا جمع می شود، منقبض می گردد و پنهان می شود، اما با غفلت انسان دوباره هجوم می آورد. اگر شما دقت کرده باشید، یکی از ویژگی های شیطان این است که هیچ وقت ناامید نمی شود، هیچ وقت از کار خودش مایوس نیست، همیشه در کار خودش جدی است. مؤمن را تا از راه راست به مسیر خود و بر راه خود نکشاند دست بردار نیست. ولذا میبینید که شما اگر در مسجد رفتید، در صف اول قرار گرفتید، شیطان در قلب وارد می شود و می گوید شما چقدر آدم متدین هستید که هر روز در صف اول نماز قرار می گیرید. و وقتی که شما روز بعدی در میانه مسجد قرار می گیرید،
شیطان از راه‌های مختلف وسوسه میکند که چقدر شما آدم خوب هستید و به فکر بزرگان و به فکر علما و به فکر پیرسالان هستید که جای اول را، اولی صف را، صف اول را شما برای دیگران انتخاب کردید و گذاشتید. شما عالی هستید. و روز دیگر اگر شما در آخر صف در مسجد قرار بگیرید، میبینید که شیطان وسوسه کنان می آید و شما را تشویق میکند. بارک الله، ماشاءالله، شما چقدر آدمی با فهم هستید، با فرهنگ هستید، متدین هستید، اهل دقت هستید و چقدر متواضع هستید که در آخر صف قرار گرفتید. شیطان رها نمیکند انسان را. و آن چیزی که در اسلام سپارش شده است، ما باید برای رهایی از چنگ شیطان به دامن پروردگار متعال رب العالمین باید چنگ بزنیم. الذی یوسوس فی صدور الناس. میدان جنگ قلب و سینه انسان است. محل فعالیت این ابلیس و شیطان وسوسه‌گر است. محل فعالیت وسوسه‌گر مشخص است، معلوم است. فی صدور الناس، در سینه ها و دل های مردم. صدر کنایه از قلب است. مرکز افکار، نیات و تصمیم گیری هاست و او تلاش میکند که نیت های ما را، تصمیم گیری های ما را عوض کند. قرآن کریم میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. پرهیزگاران هنگامی که طایفه از شیطان به آنان میرسد، به یاد خدا میافتند و بینا میگردند. پس سلاح مقابله تذکر و ذکر خداوند متعال است. همان اعوذ که در آغاز سوره آمده است. من الجنة و الناس. وسوسه‌گران دو گروهند، جنی و انسی. وسوسه محدود به شیاطین جنی نیست. شیاطین انسی، دوستان ناباب، رسانه‌های فاسد، شبکه‌های اجتماعی مسموم، کتاب‌های ضاله و انحرافی، افراد فاسد نیز در این میدان فعال هستند. اما باید دقت کنیم، پناهگاه حقیقی را بشناسیم. خدایی که رب الناس است، ملک الناس است، اله الناس است، شناخت او انسان را از هر هراس و ترسی در امان نگه می دارد. دشمن پنهان را بشناسیم. وسوسه‌گر خناس آرام و تدریجی عمل میکند. غفلت از او خطرناکترین غفلت است. قلب را پاسداری کنیم. قلب را پاسداری کنیم، از او مواظبت کنیم. در عصر انفجار اطلاعات رسانه‌ای و جنگ نرم، مراقبت از ورودی‌های قلب بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت دارد. شیاطین انسی را تشخیص دهیم. دشمن امروز اغلب و اکثر با چهره دوست، رسانه، فرهنگ و فکر اظهار می شود. ذکر سلاح دائمی است. در لحظه وسوسه فوری بگوییم اعوذ بالله، بگوییم و به پناهگاه الهی بازگردیم. برادران و خواهران گرامی، زندگی مؤمن زندگی بدون وسوسه نیست، اما خداوند پناهگاه شکست ناپذیر است. رب الناس، ملک الناس، اله الناس. باید به این پناه ببریم. بسیاری از ما هر روز در نماز سوره ناس را تلاوت میکنیم، میخوانیم، اما آیا هنگام تلاوت حقیقتاً به معنای آن توجه کرده ایم؟ اعوذ برب الناس را با جان و دل میگوییم. از خداوند متعال میخواهیم که
ما را از بندگان حقیقی خود قرار بدهد که شیطان بر آن تسلط ندارد که خود فرمود اینی عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. و در پناه او از هر شری در امان بمانیم انشاءالله. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وقراءاتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتخشعنا وتضرعنا وجعلنا من العتقاء من النار في شهر رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.